در طول تاریخ افراد خارق‌العاده‌ای بودند که قدشان آنها را در ردیف غول‌های انسانی قرار داد. تو این ویدیو غول‌های انسانی واقعی که واقعا وجود داشتن و بررسی می‌کنیم و تأثیری که بر جامعه داشتن. شماره 1 رابرت وادلو، بلندقدترین مرد تاریخ ثبت شده در سال 1918. رابرت پریشینگ وادلو، بلندترین فرد تاریخ ثبت شده. وادلو در زمان مرگش در سال 1940 قد حیرت آور 8 فوت داشت. اون قبلا از پدرش بلندقدتر بود. وادلو به رفتار ملایمش معروف بود. شماره 2 سلطان کوزن، غول زنده سلطان کوزن که در سال 1982 در ترکیه متولد شد، در حال حاضر به عنوان بلندترین مرد زنده با ارتفاع باور نکردنی 8 فوت. شماره 3 یائو مینگ، فوق ستاره بسکتبال یائو مینگ، متولد 1980 در شانگهای چین، یک بسکتبالیست حرفه‌ای بازنشسته که در ارتفاع چشمگیر 7 فوت ایستاده. قد مینگ به ژنتیک نسبت داده میشه، زیرا هر دو والدین او قد استثنایی داشتند.